این گروه نورسان شخصانی امکانیتشان محدود است، اما خوشبختانه بین جمعیت میپوشند و خود را دور از کنار نمیگیرند. آزادانه در هر ساحه هنرنمایی میکنند و اطرافیان خوش استقبال مینمایند، زیرا بیشتری آنها قابلیت فوق‌العاده دارند که آن ناتکرار است. صبح امروز سنه 1 دکبر در درآمدگاه مؤسسه دولتی کاخ رودکی محصول کار دستی شخصان امکانیتشان محدود به نمایش گذاشته شد. این گروه از تمام شهر و ناحیه‌های ولایت جمع آمده هنرهای خود را به نمایش گذاشتند. نیسا باباجان و از دهه زرزمینی ناحیه باباجان غفوروف است. وی در خانه به بافندگی مشغول می شود. نه اینا کتی بافندگی که دوزندگی همون کتی کار میکنم. اینا برای اینا پرده برای در و دیر زبا میمانید خوش رو شده میشد. من اینا همون بافندگی من اینا برای ماشین با همونا هم تو نشیشته هم تو وای کردم بافتم ده بیکار نشیشته. از چی استفاده کرده منی اون رو من این اقنت کاغذ قند کاغذ استفاده شده. اینا همش ابازه من این ریسپانه خریده الان بافتم. چاره‌بینی مذکور از جانب تشکیلات جمعیتی امید برای آینده تشکیل کرده شد. در آن بیش از 80 نفر هنرمندان 30 نمود محصولات دستی خود را به نمایش گذاشتند. محصولات ها از جمله قراقدوسی و ادرس بافی بود. مسئولین میگویند این گروه برای کار اجرا شدهشان معاش نیز میگیرند. تأسیس دادیم. مقصد آن است که امروز شخصانی امکانیتشان محدود که امروز با کار و فعالیت و صاحب کاری و عموما یکون چیز که مشغولند این یک پیشرفتی و نمونه برای عموما جامعه که امروز میتونند شخصانی امکانیتشان محدود یعنی که مایبا نه فقط همچون طالبانده نه همچون یک شخصی که باید فقط یک چیز یاردم کننده بود. ما نیز هم میتونیم امروز شاهدی آن هستیم که آن محصولاتایی که شما امروز میبرید و تیار میکنید این یک سربلندی همه این موقع شما است. و همه شما میندار هستم و امید دارم این چاره‌بینی با واسطه این چاره‌بینی ما میتونیم با همدیگر بیشتر و خوبتر مناسبت کنیم، رفت و آمد کنیم و همدیگری رو فیلیال جمعیت نابینایان شهر اسفر 231 نفر اعضا دارد. از این رقم تنها 21 نفرشان قابلیت کاری دارند، یعنی آنها به هنرمندی مشغول هستند. امروز به نمایش گروه 5 نفره این فیلیال اشتراک نموده محصول کاری خود را معرفی کردند. همچون گوییم نوزرکاری چیز؟ همه خیلی چیزها رو با همین هنری دستی چه که دیدستان انا میخواد بافته انا میخواد سوار میکنه. من این نمودها هر خیل یعنی اندازه کردیم. این اندازه ها روی برای آرایشی روی میز من اینها برای کرسی شیشته وای میکنه که با من اینکه اندازه ها وای میکنه که برای تازه کردن پای افزار. وقتی که همین حجره کاریبه میذاریم همین حجره کاریبه همین بیرون دربه همین های اکتی ما میانزیم. وقتی که پای های ما توفله های به همین تازه کرده بعد داخلی حجره میشین این بین نقص. جمعیت اعضای ما انا این مترس این مترس بین با پخته علوصفت کرده شده مترال های تازه که تیار کرده شده انا بالش های بینتون بالشت ها انا بعد با این مترس ها با روی کش ها پستیلی بیلا میگن که همین ها با ما مشغول نوبینه های ما انا همین مترس انا میخواد باهای خودشون دوخته محبوبای چیزی برای فروش برای وای اینجا هم البته فرمایش ها میشه زکات ها میشه انا وزارت تندرستی با واسطه وزارت تندرستی با بیمارخانه شهری اسفر میخوای مدرسه ها روی جاها میگن پس این بیله ها انا بالشتا با باغچه‌های بچگانه دانشگاه ما هست دانشگاه برای خوابگاهی دانشمندا انا مدرسه انا ها و ما زکات میکنم ما
وهو با وی اعلا به صفت اعلا میکنیم. چاره‌بینی مذکور با مناسبت روز بین‌المللی معیوبان تشکیل کرده شد. این سنه همه سال 3 دکامبر برگزار کرده می شود. هدف اساسی حمایت حقوق و منفعت‌های شخصانی امکاناتشان محدود است. موافق معلومات‌های آماری امروز در حدود ولایت سوق بیش از 90,000 شخصانی امکاناتشان محدود به قید گرفته شدند که برخی از آنها با جای کاری دائمی تامین می باشند. گزارش مفنوش کرو نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.